سلام آقای جلال اسکات، خوش اومدید به کانال من حسین دارکمایدم. تو دارم پارت دوم واکتی رو کالافتی دور بگم. تو ویدیو قبلی هم صدای کم بد بود، هم کیفیت ویدیو بولشت و نابود بود، همین که کلا صفحه کم بد بود. هم همین یه مقدار صفحه بگم گرافیک رو خوب بهتر کردم، گرافیک ویدیو. و الان من تو اوبی خیلی خوش اومدم تو گیم. بریم تو گیم و لیتس گو بیچ. بریم چطوری؟ من گیم واسه شما خوبه، ولی واسه من رزولوشن دارم مشکل داره. خب بریم سراغ، من اصلا صدای بازی کم کنم، بریم سراغ گیم دیگه. من صدای بازی رو کم کنم. اوکی لود و تا اینجا آمده بودیم، من لودش کنم. Let's go. قراره بازی جدید بریم، اپارتای دیگه تو مولدن. بریم سراغ یکم نسخه اسپرینت تام کلنسیس اسپرینت استل که اونجا احتمالاً میبینم گرافیکش خیلی خوب نیست. من که سیستم نمیتونه بازه کرده، خیلی گرافیکش خوب برای اجرا کنه، خب گرافیکش نسبت به این خوب بهتره. خب یا بهتره گیره هنوز هست. خب کجا بودیم؟ احساس میکنم صدای گیم یکم اذیتی. من خیلی حساس حساسم. خب با صدای صورت خیلی رو مخه، خیلی رو مخیم داشتم، خیلی رو مخیم، خیلی رو مخیم. خیلی بده تو بگیم، نمیتونم کار افتیلی بشه اینطوری. راست دارم صدای باند من زیاده. بعد ای وای موسنسیتی بودم باید شاید صدای منه که رادی باند من هدزم خراب شده واسه همین مجبورم از باند کنم. چه صدای گیم داره، چه صدای گیم داره، صدای گیم رو نمیفهم. خب این میشن رو تمام کنیم. اول صدای این میشن رفتیم پارت تمام کردیم ما. الان این میشن رو شروع کنیم، میشن بعدش تمام کنیم، پارت تمام کنیم. بمیر بیوش مکه. دوست دارم کارافی دو رو با هم دیگه بریم. وقتی که این تموم شد باید خواسته حمله متفقین هم با هم دیگه بریم. یه نسخه فرعیه در حال مثل DLC واسه کارافی یک مونه درک. نه راه روبل فارسی هم از باز عشق کنم. بازی دویدن نداره. باید من یه بازی دارم خیلی کمه. بازی تمام کردم آخر. او هیل داریم، حواسم نمون هیل داریم. باید حواس هم باشه که ما هیل داریم. جان دارم. این یک دیگه دراز بکشم. چرا دراز بکشم؟ چی دراز بکشم؟ چرا؟ آقا یکی این دست بیدار رو بزن بمیرین دیگه. اینا هم خوش دارن تیر میزنن هنوز. نه بزنین بمیرین. امیدوارم صدا خوب باشه، کیفیت هم خوب باشه. امیدوارم که اون دوتا ویدیو قبلی ویو نگرفت. من ماراش هم حقم داره، من بازی قدیمی داریم میبینم، کیفیت ها خوب نبود اینا. اوکی الان میکروفون بالای کیسه داره صدا رو میگیره. آجی اونا رو نه خیلی رو مخم هنن. یه لحظه باید دوستان با چی بود آقا؟ اصلا من خورد کردیم. خب من این شبیه خونی به شما بزنم، شبیه خون از پشت من حجوم بیا. من نشسته بودم اصلا فردا غلط میکنین نیم فقط من مسخره کردیم. بمیرین دیگه. مردم پشما. زم از کجا اومدین؟ با دهن تو سرویس. آقا مطمئنم که میدوی با به خدا. ای
همین گیم نمیدوه بزنیم بریم بابا آی کلی دمیج خوردم استغفرالله من هنوز شما رو ندیدم چجوری من دیدین دهن زردین آقا من بیام اینجا گیم خیلی سمه نیم ساعت میمونی بخوایم تمامش کنیم میریم دیگه دهن زردین بس دیگه شروع کردیم خندیدیم بس بمیریم دیگه نیم ساعت مسخره شما تک تک بزنیم دیگه تق 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 ما هیل نریم ما اینجا هیل رو آدم میمیرم اون اسنایپ من داشتم آجی من همتون رو سرویس میکردم بمیرین باش خوبی توتون نوکر بریم آجی توشون بریم توشون آجی توی فایده نداره یالا یا آهسته بیکاری میری نارنجک کجا بود ستون اون تلفن کرد همه مردن مطمئنین مردین آجی من از اینا خیلی خوشم میاد با این بریم آجی سم خالصه آقا کی تموم حاجی این همه ادامه داره فکر کنم حاجی میشن برای تموم 3 سال طول میکشه حاجی تا بخوایم میشن بعدی رو بدیم و اینا کی بود کیه کجان بتونه بتونه یا عبل بله حاجی این میشه چقدر طولانی شد بس کنیم دیگه من میخوام یه میشه دیگه هم بریم بدون نهایت دیگه هم با بریم سریعتر بمیریم بریم من باز صدای باز زیاده من خودم صدای خودم رو نمیشنم مثلا میگه یکی در اومد مرده حرفی ندارم چجوری من اونطوری زد سیوم کنم اصلا بازی هاجی خدای بیخیال جدی بیخیال دیگه فایده نداری شما باید اینطوری کرد شما رو باید اینطوری کرد شما باید اینطوری کرد حال کردیم بچه حال کی منو بلاک نکنیم ببینیم نبینم لایک چرا تو کافی یک لایک شم کلاف دو رو بریم باشی عشق کنیم دیراستش خوبم سلام که داریم دوش تایی بودم بمیرم بودم اینجا با کلتم بده اوضاع خیلی اصلا اوضاع بد خیلی نمیشه همینطوری یا بویا این نشون رو باید سر حالا سر جا و سر کار و سر خواب خوبا خدایی چه بازی خوبی بوده تو زمان خودش من دارم الان باش حال میکنم چه اصلا تو زمان خودش چی بوده کی بود خیلی بد نه پشمان تخریب پذیر تخریب پذیری من میگم بتلفیلد تخریب پذیری تخریب پذیری آلفا کلاس یک راستی اگه بتلفیلد داره بریم داستانی ها رو همه بگید داداشم اونجا داره خیلی بد میزنه مرد بچه ها امنی بریم امنی داداش غلط کردم چه بد داری خیلی بیشوری نمی هیل مارتین بدبخت فقط که همه چیزی رو انجام میده بیا تمام شده تمام نشد بلم کن خدا وکیل چرا تمام شد اوکی گوش کنید اما اینجا فقط یه ده کوچیکه و این کشور از این دهها زیاد داره پس کارمون تازه شد کسایی که بار اولشون بود خوش اومدن کسایی هم که قبلا تجربه داشتن مطمئن باشن که هنوز هیچی ندیدن منحصرهای آلمانی رو مستقل کنید و موضع
بخاطر یه در چی در مورد مشن بعدی همینجاست، یعنی همینجاست و روزه و ما دفاع کنیم از اینجا. حالا بریم و بعد که این تمام کار رو تمام کنیم، این مگه تمام کار رو تمام کنیم باید بریم. بعد تو حالت حمله متفقیم فکر کنم اینا هم فارسه، این دفتر اونا یه لحظه هاشم بزنیم ربط باشیم آجی قلبم نگیره. اوکی 10 دقیقه فعلا ضبط کردیم. اوکی خب یه بچه من ادیت اصلا بلد نیستم، باید ببینیم مثلا من ادیت نمی‌کنم چیزی بیرون سال جون 6 جوانه 1944 الان روز شده همون جایی این فقط دارم بک میزنم برادر. من گاهی من عوض میخوام بکنم، من گاهی من عوض کنم باید که این کارت میگم این کارت آره این گانه خوبیه، این خوبیه، این گانه خیلی خوب است. نمیخوام اینو میخوام، اینم خیلی خوبه، اینم جای این برمی اینجا این واسه این بهتر، ایمش بهتر. نزنم صدای این موقع من خیلی صدای سیگارشون سمه. خب این این دوباره این تانکر رو بهتر کنیم بچه ها. مردا نزنیم سرد باشه، بعضی خیلی بد میزنن داداش تو نزنی بمیری تو فاک ببین من دارم میزنمش نمیمیره، توجه دارین دیگه میزنم نمیمیره. اینجا رو برداریم بریم غلط بد بد میزنن آجی سیو واوی باش نزن چه بده بشه اینم نمیدوه گیم خیلی بده یارو باید یه خر رفته یارو غلط کرد الان میدونم آیا دونه اسنایپ نداریم ما بگیم دمتون گرم. ببین وقتی یه چی میخوای خدا بهت میده. این داداش چه سمیه این کانه آجی اسنایپ باید اسنایپ بریم به به تایم دارم میام ببین دارم میام ببین من دارم میام تیر میزنی آره خیلی ایمش بده خیلی ایمش بد بود خیلی ایمش بد بود باش اینا بزنم موزای ما رو ببینیم شما من راحت کنم برم اون یورو بزنیم بخوام دیگه تو من یه دیگه برداریم باش بده یه دونه من باید برم جلوی اینا این یورو ایمش خیلی بده ایم اصلا انگار ایم نیست خیلی بدش میکنه این مثلا کجا دارم میرم سلام کنیم به داداشمون بدون این بزنم سلام چی؟ من گان خوب دستم نیست حواستون باش رم اون اسنپ دستی دارم خوب برادرمو داری که برو برنم مال خودم اصلا سرعات خودم همینطور میگنیم به تیر دیگه خورد نخوردم که میلرزه واقعا نوردارگانه فن اوه بچه ها فهمید که من احساس کنم پیشم ضعیف شده و خیلی بدی من خوار میبینم خیلی وقت مثلا چون نمیمیرین بله خیلی ممنون خیلی بازی داشتم آماده بودی ها یعنی بیام بیرون تو بری بخواب بخواب ایجان من بخواب من بخواب من بخواب همون دیگه ول نکن نرو تربیت
دارن فرار میکنن با تقلب چیته فرار نکنید نرو شریعت برم کجا الان من حالا برم اون میمیتای میدم درگیر میکنم که میمیتای خیلی رو مخه من تمامت اوبیسی گذاشتم رو حالتی که وقتی که حالا من از بازی برمیگردم شما بخواه بازی ببینید یعنی من دیگه فقط بازی ببینید شما دیگه آره دیگه نه که یه دونه دیگه الان تانک اینجاست نه که یه دونه تانک دیگه اینجاست ناراحت میشم خیلی هم ناراحت میشم نه آره آقایون آروم باشید دوستان آروم باشید آروم باشید آروم باشید یا ابوالفضل دفاعمو کنیم دفاعمو کنیم بمیرین ای ای وای بنده خدا به باد دفاع کنیم عقب هی بابا این جای مختلف رو دفاع کنیم دیگه مثل همین چیزه فقط دوستم حالا گیم های دیگه هم میریم فارکرای میریم اسپیدستر میریم دیکتیستر ریمستر سری ریمستر رو میریم بکشه اوه داداشم وای اونم تو دشمن هاش پشما بابا چه خیلی شد آقایون خفیفر تو انی شد سلام سلام عزیزم عزیزم سلام نامردی بود خیلی نامردی خیلی نامردی بود حالا میگه بریم این ور چشم بابان میریم اون ور خب رگباری هم تیر میزنه پشم بابا بله بله کنم که باید اینجا برگردیم فکر کنم از این میتونیم بریم تو ها به خودم برو تو دیگه ای بابا این آرپیجو برداریم بریم ای الان میگیم بیا بابا بذار برم دیگه برو تو دیگه دهنت سرویس نمیذاره از اینجا بریم که از اینجا برم آخ دهنت سرویس این جدی باید تو اینا رد چم روی رد چم کجا داشت عوض بشم اسموک نداریم تو بازی اسموک خب الان میتونم سوار بشم از این بمبا ندارم از اون C4 تورا کنم از اینجا برم جدی از اون خیلی سندرزی من نمیتونم برم این رسما باید جلو یارو ردشم برم باشه رحم کن باشه کجا باید برم آجی آه بیاین من یه دونه سیف بزنم بیاین سیف سیف او یا ابوالفضل راه راست چی؟ باز راه راست چو داداش هیل بده داداش تو چته اخ من گردم کجا باید برم در رو بشکنیم بریم در رو بشکن دیگه بابا در رو بشکن دیگه من عصبی میکنم آقا من هیل نرم باش چه هیل من بدین خواهش میکنم هیل باورم نمیشه بچه‌ها باورم نمیشه دارم میبارم هی نکنین دیگه بابا ندار دیگه نزن دیگه چرا بیشوری تانکلی بیشور یه پلن دارم حاجی الان میایم خب از اینجا از پشت اینا میریم نمیریم نلده از پشت اینا میریم از پشت از پشت بی خیال شی بمیری دیگه اوی این بک مورد نوکره ستون نوکرتم خدا
گفتی؟ بخواب دیگه بابا. این ساعتی گانمو بده. ریختن سرمون آره. داداشم ببین، داداشم این نوکرتم تکی خواهی لوتی بریم. ما الان بابا میرفتیم بریم تشه پوشیبانی میخوام. آقا کدوم بابا میرفتیم آقا؟ یه قضیه چه داداشا آقایون؟ قضیه چیست؟ کدوم بری باید بگیم، کدوم بری منطقا باید همین بگیم بریم دیگه. هولی مولی شت، هولی شت. اشکالی هسته این شد. گفتم کی ترکوندش؟ ترکوندنش؟ کستافت من نیم ساعت دارم جیر میخورم بیام. خیلی بیشوری کینا ترکون هرچی ترکون خیلی بیشوره. اینو گام زنم اینو گانه بلکن همین با همین میریم هرچی تو را کشتیم. باید این وری برم من درست برم آره. تکی تنهایی یکی این بست که داشتم اینجا هست. داشت گانتو میندازی برم خدایی خدایی. آی حاجی این داشت یه دون اسنایپ. آره این داشت یه اسنایپ داریم تو رگبار خیلی بد همون تو نخورد بهشون خوشبالم بیخیال خیلی بد میزنن دم دهنم سرویس شده موقع بابا. باش عموم بده خب منم بزنم. توجه کن به من. من کجا تیر میکنم آقا هیل بعد تازه اومدیم دمتون گرم صحبتون بخیر باشه. کامیو بردارم کامیو بردارم آقا هیل نرم تو بمیری من هیل بده. رگبارا خیلی رو مخن بگیرنه دیگه برت نه یه خیلی بد میزنه یارو در سنوات. آقا بریزیم تو تمام. این هم میشینن جاشون یعنی میره جاشون دوباره این دیگه. باشه دیگه حالا باشه دیگه باشه دیگه آقا تو در آوردین دیگه تمام. بابا همین دیگه اوکی همون برداریم این برداریم این همین بهتر. آقا هیل تو رو قرآن هیل بابا یو اصلا نمیاد تمام نمیشن اینا اصلا خوش اگر میخوام دست بدم خدا لعنتتون کنه خدا لعنتتون کنه. بچه ها دوستان میشه بیاین اینا که بیان حواسشون گرم میشه به اونا بعد منو دیگه خودش زدمش پشمان چه خود زدم داداشم داداشم آقا سعیدن بزنیم بریم باید خیلی طولانی شده بزنیم بریم طولانی هم هستن این مرحلهاش سیللی 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 باش بس این مسخره بازی ها رو دوباره هم میان کسافت ها آن هیچ راوی من دوباره میان دیدی گفتم دوباره میان. نه بگیرن نه اینو بگیرن دستشون یه دونه تیرتو بدن دیگه ولت نمیکنه. یه با هیل هلف اینو ناگم خیلی میشن داره بازیش باید فعلا بریم فعلا باش اما باید بریم. حمله متفقین بچه ها خیلی سخته اصلا شاید نتونیم بریم خیلی سخته. مدل چی؟ مدل من برم آره دمتون گرم خیلی مشتیم. وای گانا رو تو قرآن گانا دارم نداشتم تموم سرویس نداشتم آه ای بله گان دارم بریم سلام
ماشین بریم. وای حاجی اینا بعدینا یه ماشین داره با ماشین بریم. خیلی سرمایه. برای ماشین تمام میشه. تیم بیکر شهر گرفته، اما اگه به همون دستور خروج داده نشه نمیتونیم خیلی ازش دفاع کنیم. فهمیدی سلطان؟ آره؟ آره قربان، مطمئن باش ما از بین خطوط دشمن با یه ماشین آلمانی عبور میکنیم. میخوای شرط ببندیم روش قربان؟ مطمئنم که اون کار لازم نیست سلطان. اصلا یه ایده بهتری نداری؟ لطفا همون کاری که گفتم. آمریکایی هستیم. موافق باشم. اونا که داریم باشون میجنگیم چه کاری داری میکنی؟ آلمانی هستن. مگه میدونم که نمیدونم. فقط 6 مایل مونده، پس خفه شو و کارتو بکن. چه؟ زنم تو. خب این بچه ها این از این مرحله و داش یه فیلم انگلیسی باید بشه میگن همشون 6 جون 1944 و خداحافظ بچه ها. خب نه اینجا سیف کنیم ما که تموم شد. خیلی ممنون که میتونید تیز ای سپورت بعدی از بازی خیلی خفن، اصلا خیلی خفنه. بریم حتما کنید، کامنت بذارید، اون دکمه سابسکرایب خداییش بزنید و یه دور کامنت هم خواهش میکنم.